خب در ادامه مبحث هایی که با هم داشتیم میخوام درباره دو تا عنوان الان صحبت کنیم. یکی که جفتشون از ابزار مانیتورینگ، یکی اکتیویتی مانیتور هست، یکی هم اسپیهو و اسپیهو 2. اول با اکتیویتی مانیتور آشنا بشین. من اگه برم به ویرچوال ماشین دقت بفرمایید، ما یه سری توی ویدیو قبل به شما DMV معرفی کردیم، داینامیک منیجمنت ویو معرفی کردیم که با استفاده از اونا شما میتونید اطلاعاتی از در سشن های جاری، ترانزکشن های جاری، ریکوست های جاری داشته باشید که دیدید باید با کوئری این کار رو انجام بدید. اما یک روش دیگه هم وجود داره که اگه شما روی اینستنستون رایت کلیک کنید و اکتیویتی مانیتور رو انتخاب کنید، اینجا هم یه محیطیه که تقریبا با استفاده از همون DMV ها برای شما سری نمودار و یه سری جداول آماده رو ایجاد کرد. اینجا میشه شما اینتروال این که این هر چند یه بار آپدیت بشه انتخاب کنید. مثلا میگم هر یه ثانیه آپدیت بشه. اگر کاری که داره انجام میشه هر یه ثانیه آپدیت بشه. همونطور که میبینید یه ثانیه برای یه سروری که خیلی درگیره اصلا چیز خوبی نیست، هر 10 ثانیه هم کافیه. من اینجا 4 تا ریکوست دارم، یعنی بچ ریکوست دارم، هیچ IO خاصی ندارم، هیچ تسکی الان نمی نویسه و هیچ پروسسی رو انجام نمیده. و اینجا هم تقریبا شبیه همون DMV ها پروسس های فعال رو داره نشون میده که در اصل یوزر پروسسمون چیه. یعنی اینا باشین یکی که اینجا میگه، یعنی پروسس از نوع یوزریه از 51 تا 72 و همونطور که میبینید اطلاعاتی درباره ویتی که داره، اپلیکیشنی که داره اونو اجرا میکنه و غیره به شما برمیگرده، حتی مقداری که توی مموری گرفته. و میبینید اونایی که حالا غیر سیستمی هستن و یوزری هستن شما میتونید حتی دیتیلی هم ازش داشته باشید که میبینید این دیتیل در اصل اگه اینجا داره کوئری نشون میده، همین کوئری به دست آوردن این اکتیویتی مانیتور هست که اینجا قرار گرفت. حالا فرض کنید مثلا ما میایم روی دیتابیس DB یک کوئری جدید باز میکنیم. ببینید این کوئری جدید یک آیدی 60 رو من اینجا میبینم. میبینید که اینجا هم 60 سریعا اینجا اضافه میشه، میگه داره دیتابیس DB کار میشه. حالا فرض کنید که من میگم که create table و tb1 رو با نام ID integer با ستون ID از جنس اینتیجر میخوام بسازم. فقط قبلش اکتیویتی مانیتور رو ریفرش اینتروالش رو کمتر میکنم و میگم که این ترانزکشن باز بشه بعد wait for delay برای اینکه ما بتونیم ببینیم تو اون اینتروال. من اینجا دارم یه سیموله میکنم یکم طول بکشه، مثلا 10 ثانیه اینجا طول بکشه دستور، بعد کامیت بشه. حالا نگاه کنید من اینو اکزیکیوت میکنم، بعد اینجا رو هم خودم ریفرش میکنم. نگاه کنید اینجا الان میگه دستور، این دستور فرستاده شده. میبینید حتی میشه این دستور رو کیل کرد، بگیم مثلا اون کاری که باید انجام بشه انجام نشه، حتی این دیگه کارش انجام داد. و همینطور که میبینید TV1 ساخته شد دیگه. 10 ثانیه گذشته بود قبل از اینکه من اون بزنم و از بین رفته بود. و الان میبینید که دیگه ریکوست 60 وجود نداره.
این روش استفاده کردن از اکتیویتی مانیتور. این قسمت پروسس ها بود. اینجا ویت هایی که داره انجام میشه میگه بیشترین ویتی که شما دارید چقدر بوده و چی بوده. مثلا ما اینجا رو لاک بودیم، همین پروسه‌ای که خودمون نوشتیم روش ویت فور باشیم معمولا ایجاد لاک میکنه. دیتا فایل هایی که اون لحظه دارن نوشته میشن رو به شما برمیگردونه، این تک تکشو داره برمیگردونه، چقدر دارن رید و رایت میشن. کوئری های اکسپنسیو که برای دیتابیس سخت بوده، این آخرش برای دیتابیس دیبی بوده، زمانی که میخواسته نام اسکیما ها رو بخونه براش سخت بوده. اونایی که اکتیو هن، اینا ریسنت ها دیگه تموم شدن، اکتیو اونایی که الان کوئری سنگینی هستن برای سیستم. پس شما به این شکل از اکتیویتی مانیتور میتونید استفاده کنید.